السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستین؟ الحمدلله. استاد یک دو سوال دارم. آقای دمی رمضان. استاد آقای دمی رمضان اومده است پیش. ما در می دولت اروپاییم. بعض دولت باش کار میکنیم. انا استاد ما هر دولتی مثال 2 روز در گرمنیا، 2 روز در اسپانیا، 2 روز در ایتالیا هر روز میگرده. هر روز در سفریم. خلاصه وقتی نماز این شهر دولت یا استرانیسا 1.5 ساعت 2 ساعت خیلی فرق میکنه. وقتی که ما رمضان میشوه و اینی سحرخیزک میگن که استاد او سریخرک میگن سحرخیزک میگن. میره مثال ایروی که این برنامه‌ای که ما داریم وقتی نماز اذان میته ایروی همین مقصد وقتی بامداد اذان بتا ما سحرخرک بس که میشه یا که ما احتیاطاً 10 منوت پیش نماز یا 20 منوت پیش میره چخل کنیم استاد؟ همون برنامه‌های میسنجید. مثلا وقتی که مسجد در آمدید برنامه‌ای که در تلفنتون استفاده میبرید با مسجد اون وقتی که به طریق اتوماتیک به همون شهر به نشان میده، شهری که در اونجا قرار دارید. وقتای نمازتون مقایسه میکنید که چه خیلی میبرد توغری میبرد. مثلا من سنجیدگی هستم برنامه‌ای که در تلفنم هست میسنجید بعد یعنی که مادامی که توغری میبیاد همه وقت اگر بینید که یگان دقیقه فرق میکند بله یک 3 دقیقه 4 دقیقه تا 5 دقیقه به وقت احتیاطاً به وقتتر دهانتون رو بندید، یعنی که سحریه کرده شوید. خوب است برای دندان شستن و برای طهارت کردن، یعنی وقت ماند خوب است تا اینکه دنداناتون شسته میشید با یک آب یا چای می نوشید در آخرش خوب است. یعنی 5 دقیقه بر وقتتر خورده تمام کنید خوب است احتیاط. یعنی 20 دقیقه شرط نه. فهمو برادر، چون که افطار هر چقدر سحری به وقتی از آن نزدیک شود این موافق سنت است.